درود دوستان عزیز، برای کسانی که این ویدیو رو بعد از پخش مستقیم میبینند، یعنی بعد پخش زنده و اندک دیگر، البته که یک چند کس اینجا بیاید جمع شوند مردم، بعد صحبت رو سر میکنیم. سلام علیکم دوستان، و برنامه خوش آمدید. یک برنامه بسیار جالب است. البته میتونیم کمی صحبت کنیم و این برنامه پیکی شب هنگام نام دارد. تا یک چند کس دیگر آمدن میتوانیم که یگان سرود بشنویم. ویدیو رو لایک مانید، مردم زیادتر شود. صحبت رو آغاز میکنیم. خب ویدیو رو لایک مانید برای که مردم بیایند زیاد شود. اگر لایک نمانید زیاد نمی شود. من برای چی برنامه داور را دیگر نکردم، دوام ندادم، برای آنکه مثال اینا مردم تماشا میکنند اما کسی لایک نمیماند، گویا که همون لایک را میخریده باشند. برای همین من برنامه رو دوام ندادم و اگر کسی خواهش دارد میتواند سرمایه گذاری کانال شود. فقط برای سرمایه گذارها اون برنامه رو دوام میدیم، فقط میتوانند سرمایه گذارها بینند. و این پیک شب هنگام این هم چیزی عجایب است و در اینجا چیزهایی را که فهم آدم را خوب میکند، یعنی که فهمیدنش خوب میشود، عقل انسان را خوب میکند. مثال انسانی که اگر انسان ها هستند دو طایفه، یکی شکم پر میکند، یکی عقلش را غذا میدهد. کسی شکم پر میکند میگریزد از این چیزها مثل جانور، اما کسی عقل پر میکند برای آنها این خوب است این برنامه و گوش میکنند. برای همین انسان باید که چیزی که به فایده اش است همون رو شناسد، یعنی عقل داشته باشد برای شناختن. و این چیزها من اینها رو بعضیشان رو خواندم، اگر نخوانده باشم میخوانم برای خودم هم. وقتی که وقت صرف می شود پس همین رو برای مردم هم میخوانم و هم برای خودم. اون چیزی که در برنامه داور میگفتم من آنها رو میدانم، من با آنها نیاز ندارم. در یک روز یک بار اخبارها رو بینم در دنیا چی گپ است، برای من همون بس است، من با اون نیاز ندارم. خب در اینجا اگر کسی همین چیزها رو فهمد، اینجا قصه موش و گربه از عبید زاکانی است. اگر همین رو کسی فهمیده تواند بسیار چیزها رو میفهمد که بعد از مثنوی و از دیگر چیزها هم، از دیگر کتاب ها هم مثال ها میاریم، صحبت میکنیم که چیزهای بسیار خوب دارند. و مثال آدم باید شکرگزار باشد وقتی که از یک چی فایده معنوی میگیرد. همون لایک با این پول صرف نمی کنید، همون لایک رو زیر کردن تا که بیننده زیاد شود. یگان کس ضرر نمی کند، به فایده مردم است. همین اگر علاج دارید همون لایک رو اگر از یگان جا نخریده باشید همین رو زیر کنید.
و قصه موش و گربه اینها بسیارشان چی را میفهمونند؟ زندگی مردم رو، سیاست رو، همه چیز رو در بر میگیرند که رفتار مردم چگونه است. همین چیزها است. و خب کسانی که بعد میبینند میتوانند یا دیر میآیند از اول ویدیو را قفا گردانند، از اول ببینند. قصه موش و گربه از عبید زاکانی. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، اگر رفت اینجا کلمه های رو میشنوید که فکر میکنید که این به ادبی است. نه، این به ادبی نیست، این تربیوی هست. برای همین در اینجا استفاده میشوند. من اول سبکترش رو گرفتم تا برای آنکه وقتی که سختترش رو گفتیم آماده باشید، بعد گمان نکنید که این چی است. مثال در قرآن هم درباره قوم لوط هست. پیشکی این را دانیم برای نگویم که برای چی چونین سخن ها هست در این کتاب ها. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث گربه و موش. بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی. این در حقیقت در معنای این حیران میشوی. بسیار قصه عجایب است. خب از اینجا آغاز می شود. ای خردمندی عاقل و دانا، قصه موش و گربه برخوانا. قصه موش و گربه منظوم، گوش کن همچو در غلطانا. منظوم یعنی به نظم در آوردم. قصه موش و گربه که با نظم نوشته شده است و همچون دره که در سنگ قیمت بها است که در زمین افتاده است، اون را پیدا میکنی. این قصه مقصد عبید زاکانی همین است که مثل همون دور است که تو اون را پیدا کردی اگر این را بخوانی و بفهمی. قصه موش و گربه منظوم، گوش کن همچو در غلطانا. از قضای فلک یکی گربه بود چون اژدها به کرمانا. در شهر کرمان امروز در ایران امروزه است، در همونجا گربه بود در همون شهر و شکمش تبل و سینهش چو سپر، یعنی شکم کلان و سینه های کلان بسیار بزرگ جثه بود. شیردم و پلنگ چنگانا، یعنی که مثل شیر دم و نفسش بود و مثل پلنگ چنگال هایش. از غریبش به وقت غریدن شیر درنده شد هراسانا. وقتی که آواز می برآورد شیر از او می ترسید، از غریشی امون گربه. سری هر سفره چون نهادی پای، شیر از وی شدی گریزانا. در هر جایی که اون گربه پیدا می شد شیر از اونجا می گریخت از ترس اون گربه. بسیار گربه بد هیبت بود. روز اندر شرابخانه شدی. زمانهای پیش شرابخانه مردم ما امروزها به مردم گرجستان مانده است، همین در مردم ما بود. همون مردم هم گرجستان یعنی گروزیا، همونها هم ریشه ایرانی دارند که در زیر خانه هایشان با تخانه دارند. در اونجا خمهای می یعنی که از انگور میکردن وینا همون است. در زمانهای پیش مردم ما این چیزها رو داشت و گربه همونجا می‌دراید، جایی که خمهای می هستند. در پس خم نموده بود کمین یعنی در کمینگاه، اونجا پنهان شد در پس خم. در پس خم نموده بود کمین، همچو دزد که در بیابانا. دزدهایی که در بیابان اونجا پنهان میشدن کمین میگرفتن برای غارت کردن مردم. گربه هم همون خیل پنهان شده بود. ناگهان موشک زی دیواره جست بر خم می خروشانا. یک موش پیدا شد بر بالای همون خم می جست، یعنی که پرید برآمد بالای خم می. گفت سر به خم برنهاد و می نوشید، مست شد همچو شیر غرانا. موش می ازد،
آبی انگور را مست شد همچون و خروشید همچون شیر قرآن. گفت کو گربه تا سرش بکنم. وقتی که موش مست شد از مستی باید گفت گربه در کجا است که سرش رو بکنم. گفت کو گربه تا سرش بکنم، پوستینش پر کنم زی کاهانا. وقتی که اول مستیش، حافظ یک غزل داره، در اونجا میگوید که ساقی به جام عدل بده باده برگدا، غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. انا به همین موش موافق هستم. این البته حافظ فقط اینجا چی را گفتگی نیست، می مست کننده. پول هم همین است، انسانی به عقل را مست میکند، همه را ویران میکند. وظیفه هم همین است. خب اینجا ما که درباره موش و این همین قصه میگوییم، همون می را فقط میگوییم. وقتی که پوستینش پر کنم زی کاهانا، کسی ندیده باشد چه خیل پوستین را از کاه پر میکنند. زمانهای پیش من خرد بودم همین را دیدم. اگر یک گاو گوساله میکرد، گوسالهش را، اما پوستش را، گوساله اگر میمرد پوستش را میگرفتند، نمیدراندند، طوری میگرفتند که مثل هم گوساله باشد، خشک میکردند و درونش را پوری کاه میکردند برای که شیری همون گاو خشک نشود، شیرش را گرفته توانند. وقتی گوساله نباشد گاو شیر نمیدهد. یا که شکارچی ها میکردند در زمانهای پیش، یگان پلنگ و شیر و همین چیزها را پوستش را از کاه پر میکرد، یعنی که خودش را نشان میداد، فخر میکرد که من پلنگ یا شیر را شکار کردم، در خانهش نگاه میداشتم. این را اینجا موش همین را میگوید که من پوست گربه را میکنم و درونش را از کاه پر میکنم. گربه در پیش من چو سگ باشد. گربه در پیش من مثل یک سگ است. گربه در پیش من چو سگ باشد، که شود روبرو به میدان. وقتی که در میدان نبرد جنگ در روبروی من اگر گربه بیاید، مثل سگ یک چیزی حقیر و بیچاره است. و گربه این را شنید و دم نزدی، چنگ و دندان زدی به سوهانا. گربه این را شنید و چیزی نگفت و چنگال و دندانهایش را به هم فشرد و در اون وقت ناگهان جست و موش را بگرفت. ناگهان جست و موش را بگرفت چون پلنگ شکار کوهانا. مثل پلنگی که شکار میکند، همون خیل جست و خیزد، موش گرفت. موش گفتا که من غلام تو هم. موش زود گپ دیگر کرد، دیگر پهلو گشت. گفت که موش گفتا که من غلام تو هم، عفو کن بر من این گناهانا، یعنی گناهایم را ببخش، من غلامت هستم. مست بودم اگر گوهی خوردم، گوه فراوان خورند مستانا. اینجا من گفتم کلمه را که شنیدید فکر کردید خوب نیست، این تربیوی است، این چیزی دشنام دادن و چی نیست. و عبیدالله کانی همین را استفاده کرده است. در مردم ما هم همین گپ را استفاده میکنند بسیار وقت، که میگوید مست بودم اگر گوه خوردم. من یک گوخوری کردم مست بودم. میگه مردم مست همین کار را زیاد میکنن، همین خریگری و احمقیه. منم مست بودم. گربه گفتا دروغ کمتر گوی، نخورم من فریب بو مکرانا، یعنی مکر و فریبی تو را نمیخورم، برایم دروغ نگو. میشونیدم هر آنچه میگفتی، آروادین قهبه مسلمان. یعنی که آروادین قهبه این دشنام است اینجا که به عربی استفاده کرده، به مثل زنغر، یعنی تو زنغر دروغ میگویی گفته. گربه آن موش را بکشت و بخورد، سوی مسجد شدی خیرامانا. وقتی که گربه موش را خورد، بعد به مسجد رفت. دست و رو را بشست و مسح کشید. گربه دست و رویش را شست، مسح کشید، یعنی طهارت کرد، خودش را پاک کرد.
ورد میخواند همچو مولانا. ورد میخواند یعنی که پیش خداوند زاره میکرد مثل یک مولا. بار الها که توبه کردم من، ندارم موش را به دندانا. ندارم موش را به دندانا. توبه میکند گربه که دیگر موش را به دندان نمیدارم، یعنی موش ها را نمیخورم، گناه کردم همین را دیگر نمیکنم. بهر این خون ناحق ای خالق، من تصدق دهم 2 من نانا. یعنی من خون ناحق ریختم و صدقه میکنم. 2 من نان صدقه میکنم برای که خون ناحق ریختم. آنقدر لابه کرد و زاری کرد، تا به حدی که گشت گریانا. گربه گریان شد از همون زیاد توبه کردن و زاری کردن پیش خداوند، گریان شد. و در این حالت چی گپ می شود؟ موشک بود در پس منبر، یک موش در پس منبر بود. زود برد این خبر به موشانا. وقتی که موش این کار را دید که گربه ایمان آورده است و مسلمان شده است و توبه کرد پیش خداوند، موش دوید رفت مژده برد به دیگر موش ها. گفت که گربه مسلمان شد، پیش خداوند توبه کرد، دیگر موش ها را نمیخورد، حتی صدقه کردنی است. مژدگانی که گربه تایب شد، زاهد و عابد و مسلمان، یعنی مسلمان شد و زاهد شد و این را به موش ها گفت. بود در مسجد آن ستوده خصال، در نماز و نیاز و افغانا. یعنی که در نماز و نیاز پیش خداوند در گریه و زاری افغان بود. این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا. وقتی که موش ها این را شنیدند خرسند شدند که گربه ایمان آورده است و توبه کرده است، دیگر موش ها را نمیخورد. 7 موش گزیده برجستند. گزیده اینجا معنی پسندیده را دارد، یعنی که بهترین. و 7 موش گزیده برجستند، هر یک کدخدا و دهقانا. موش های بهترین، 7 موش بهترین که کدخدا یعنی که سرمایه‌دار، بهترین های موش ها خستند و برگرفتند بهر گربه ز مهر، هر یک تحفه های الوانا. تحفه ها گرفتند موش ها برای پیش گربه رفتن. خوب اکنون مسلمان که شد باید که روند و دوستی کنند و را تبریک و تهنیت گویند. آن یک شیشه شراب به کف، وان دیگر بره های بریانا. آن یک تشتک پر از کشمیش، وان دیگر یک طبق ز خرمانا. خب از شراب و برای بریان و از خرما و هر چیزی که داشتند گرفتند و آن یک ظرف از پنیر به دست، وان دیگر ماست با کره نانا. خب پنیر و جرغات و نان و مسکه و همین چیزها را گرفتند. آن یک خانچه پلو بر سر، افشره آب لیمو امانا. خب از آب لیمو و از خانچه پلو و نزد گربه شدند آن موشان، با سلام و درود و احسانا. نزد گربه رسیدند، عرض کردند با 1000 ادب، کی فدای رهت همه جانا. لایق خدمت تو، پیشکش کرده ما قبول فرمانا. خب فرمان دهی ما اون چیزی که آوردیم به پیشت نهیم. و در اینجا گربه چون موشکان بدید بخواند، رزقکم فی السماء حقانا. یعنی که در اینجا مسلمان که شده بود گفت خداوند رزق من را از سما نازل کرد برایم، اون چی که میخواستم، یعنی که من انسان خوب که هستم، خداوند رزقم را اینو فرستاد. من گرسنه بس به سر بردم،
رزقم امروز شد فراوانا. خیلی گرسنه بودم، این رزقم فراوان شد. روزه بودم به روزهای دیگر از برای رضای رحمانا. روزه گرفته بودم برای رضای خداوند، یعنی خداوند از من رضا شود، برای همین روزه گرفته بودم تا عفو گناه شود، خداوند گناهایم را ببخشد. هر که کار خدا کند به یقین، روزیش می شود فراوانا. هر کسی که به یقین کار خدا را کند، یعنی یقین باشه در راه مسلمانی، ایمان مستحکم داشته باشد، روزیش فراوان می شود. گربه می گوید اینه، وقتی که موشها آمدند و برایش هدیه ها آوردن خوردنی. بعد از آن گفت پیش فرمایید قدم چند ای رفیقانا. موشها را گفت که پیشتر بیایید رفیقان من، شما برایم دوست هستید، پیش بیایید. ناگهان گربه جست بر موشان چون مبارز بر روز میدانا. خب گربه است دیگه، از جاش جست و مثل یک جنگاوری که در میدان می جنگد همون خیل چون مبارز بر روز میدانا. 5 موش گزیده را بگرفت، هر یک کدخدا و الخانا. 2 بدین چنگ و 2 بدان چنگال، یک بدندان چو شیر غرانا. به یک دستش 2 موش را گرفت، به دست دیگرش 2 تا و یک تاش را بدندان. آن 2 موش دیگر که جان بردند، روز بردند، زود بردند خبر به موشانا. 2 موش دیگر که جان به سلامت بردند، یعنی گریخته توانستند، خبر را به دیگر موشها رساندند که چی بنشسته اید ای موشان، خاکتان بر سرای جوانانا. یعنی چی نشسته اید که خاک شما بر سرای جوانانا، یعنی که آرام نشستن و بر سرای جوانان. اینجا سرای همون خانه، یعنی که یک بینا. و 5 موش رئیس را بدرید، گربه با چنگ ها و دندانا. 5 موش را یعنی بدرید، یعنی بخورد. موشکان را از این مصیبت و غم شد لباس همه سیاهانا. موش ها سیاه پوش شدند چون ماتم گرفتند وقتی که شنیدند این خبری بد را. خاک بر سر کنان همه گفتند ای دریغا رئیس موشانا. یعنی که رئیسشان را هم که خورده بود دریغ می گفتند و خاک بر سر می کردند و گریه می کردند. بعد از آن متفق شدند که ما می رویم پای تخت سلطانا. و با اون اتفاق مصلحت کردند که می رویم به تخت پادشاه. پای تخت یعنی که همین پای تختی که امروز هست، نام دارد همین خیل، پای تخت یک دولت پای و تخت است. برای چین را می گفتند چون تخت پادشاه که در همون شهر بود، کسی می رفت و پای بوسی تخت پادشاه پیش پادشاه سرخم می کرد. برای همون پای تخت شد پای تخت. پای تخت یک دولت، همین کلمه از همون ماندگی است. و تا به شه عرض حال خیش کنیم از ستمهای خیلی گربانا. برویم به پیش پادشاه شکایت کنیم که ستمهای گربه کردگی را، که این چی ستم به ما کرد. شاه موشان نشسته بود به تخت، دید از دور خیلی موشانا. همه یک باره کردنش تعظیم. موشها پیش پادشاه خودشان، پیش پادشاه موشها تعظیم کردن. کای تو شاهنشاهی به دورانا، یعنی تو شاه دوران هستی. و گربه کرده از ظلم بر ماها، ای شاهنشاه اولوم به قربانا. سال یک دانه می گرفت از ما، حال هر
حال حرصش شده فراوانا. سال یک دانه می گرفت از ما، حال حرصش شده فراوانا. یعنی حرصی گربه زیاد شده است. سالهای پیش یک مش می خورد در یک سال. این زمان 5 می گیرد چون شده تایب و مسلمانا. و وقتی که مسلمان شد بعد از این 5 تایی می خورد. پیش که مسلمان نبود 1 تایی می خورد. و از وقتی که مسلمان شد و پیش خداوند توبه کرد 5 تایی مش می خورد در یک سال. در دل چون به شاه خود گفتند، شاه فرمود که ای عزیزانا، من تلافی به گربه خواهم کرد که شود داستان به دورانا. بعد 1 هفته لشکر آراست 330,000 موشانا. خب من یعنی گربه رو جزا می دهم که این یک داستان شود در دنیا در زمان. و 330,000 موش را جمع کرد لشکر، همه با نیزه ها و تیر و کمان، همه با سیف های بران. نیزه و تیر و کمان، سیف اما شمشیر است. فوج های پیاده از یک سو، تیغ ها در میانه جولانا. چون که جمع آوری لشکر شد از خراسان و رشت و گیلانا. لشکرش را از خراسان و از رشت و از گیلان و از همین جا جمع کرد موش. یک موش وزیر لشکر بود، هوشمند و دلیر و فتانا. وزیرش چون همیشه وزیرها دانا هستند، دلیر هستند. گفت باید یک زیما برود نزد گربه به شهر کرمانا. گربه که در شهر کرمان بود، وزیر پیشنهاد کرد که باید که اگان کس را فرستیم نزد گربه، یا بیا پای تخت در خدمت، یا که آماده باش جنگانا. خب شخص را باید فرستیم که به گربه گوید یا بیاد پیش پادشاه پای تخت برای توبه کردن و در خدمت شاه باشد، یا که به جنگ آمادگی گیرد. موشک بود الچی ز قدیم، شد روانه به شهر کرمانا. موشک بود الچی به فکرم که از زبان ترکی است. در زبان ما پیک می شود، پیک رسان، یا خبر را برده رساندن. و موشک بود الچی ز قدیم، شد روانه به شهر کرمانا. نرم نرمک به گربه حال کرد که منم الچی ز شاهانا. الچی را اینجا برای چی استفاده برده است؟ برای وزن شعر درست آمدن. شاید که پیک یا دیگر چیز از فارسی رو استفاده می برد، وزن شعر نادرست می شد، الچی رو استفاده کرده است. خبر آوردم برای شما، عزم جنگ کرده شاه موشانا. خب اون الچی همون پیک می رود به گربه می گوید که خبر آوردم که شاه موشها جنگ اعلان کرده است. گربه گفتا که شاه گه خورده، من نیایم برون ز کرمانا. لیکن اندر خفا تدارک کرد لشکر معظم زی گربانا. خب گربه شاه موشها را دشنام داد و پنهانی لشکر جمع کرد در کرمان. خودش که در همونجا بود لشکر جمع کرد، لشکر معظم، یعنی لشکر بزرگ از گربه های براق شیر شکار از صفاهان و یزد و کرمانا. گربه های براق و شیر شکار از صفاهان یعنی اصفهان، اینجا برای همون وزن شعر صفاهان نوشته است، و یزد و کرمان. از همین جاها گربه هم لشکر جمع کرد گربه ها را. لشکر گربه چون مهیا شد، داد فرمان به سوی میدانا. وقتی که لشکرش مهیا شد، لشکر زیاد شد، فرمان داد که به میدان جنگ می رویم. لشکر موشها زیراه و کویر، لشکر گربه از کوهستانا.
خب لشکر موشها در دشت می آمد و لشکر گربه ها از طرف کوهستان در روبروی آنها می رفت. در بیابان فارس هر دو سپاه، فارس حاضر ولایتی هست در ایران امروزه، در بیابان فارس هر دو سپاه رزم دادند چون دلیرانا. در بیابان فارس جنگ سر کردند. جنگ مغلوبه شد در آن وادی، هر طرف رستمانه جنگانا، مثل رستم هر دو طرف می جنگیدند. آنقدر موش و گربه کشته شدند که نیاید حساب آسانا. کشته زیاد بود که حساب کردنش آسان نبود، خیلی زیاد بود. حمله سخت کرد گربه چو شیر، بعد از آن زد به قلب موشانا. گربه حمله کرد و به بین لشکر موشها در آمد. بعد از آن زد به قلب موشانا. موشک اسب گربه را پی کرد، گربه شد سرنگون زی زینانا. موشک در پای اسب گربه می زند و گربه می افتد از اسب، چون اسبش زخمی می شود از بالای زین، یعنی گربه شد سرنگون زی زینانا، همون زین. الله الله فتاد در موشان، که بگیرد پهلوانانا، که بگیرد پهلوانانا. موشکان طبل شادیانه زدند، بهر فتح و ظفر فراوانا. خب طبل شادی زدند، خرسندی کردند که ظفر کردیم گفته. شاهی موشان بشد به فیل سوار، لشکر از پیش و پس خروشانا. گربه را هر دو دست بسته به هم، با کلاف و تناب و رسمانا. خب در شاه موشها در فیل سوار شد و گربه را دستهایش را با رسمان بستند. شاه گفتا بدار آویزند، این سگ روسیاه نادانا. به گربه میگوید شاه موشها که این سگ را ما بدار می آویزیم، این سگ نادان را. گربه چون دید شاه موشان را، غیرتش شد چودگ جوشانا. وقتی که گربه شاه موشان را دید، غیرتش به جوش آمد و غیرتش شد چودگ جوشانا. همچو شیر نشست بر زانو، کند آن ریسمان به دندانا. مثل شیر گربه به زانو نشست و ریسمان را با دندانهایش کند. موشکان را گرفت و زد به زمین، که شدندی به خاک یکسانا. موشها را گرفت زد به زمین، به خاک یکسان کرد. لشکر از یک طرف فراری شد، شاه از یک جهت گریزانا. لشکر موشان یک طرف گریخت، شاه دیگر طرف گریخت. از میان رفت فیل و فیل سوار. فیل یعنی پادشاهی که حشمت داشت در فیل سوار می شد. فیلش هم رفت و خودش هم رفت. مخزن و تاج و تخت و ایوانا. خزینه و تاج و تخت هر چیزی که داشت همون پادشاه از دست رفتند. از میان رفت. هست این قصه عجیب و غریب، یادگار عبید زاکانا. این قصه عجیب از عبید زاکانی یادگاری است. جان من پند گیر از این قصه، که شوی در زمانه شادانا. اگر از این قصه پند گیری، در زمانه که زندگی داری شاد می شوی، چون بسیار چیز رو می فهمی. غرض از موش و گربه برخواندن، مدعا فهم کن پسر جانا. خب اینجا قصه تمام می شود، اما مقصد چی است؟ مقصد اونه که انسانه که اینجا گربه یعنی آدم است، فقط گربه رو مثال آورده است. انسانه که خوی همون درندگی دارد، هر راه را استفاده میبرد، اسلام را استفاده میبرد، همه چیز را. و خطای گربه ها در چی بود؟ خطای یکم از موش، خطای موش ها از موش همونه که اول می خورد و مست شد. باید که توان خوردن نداری، انسان همون کار رو نکن.
وقتی که میخوری دیوانه نشوی، اندازت رو دانی. همون است که حافظ گفته است ساقی به جام عدل بده باده برگدا، غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. و موش وقتی که عرق را خورد به غیرت شد و زوری کرد. وقتی که موش دیگر در مسجد دید که گربه مسلمان شده است و پیش خداوند توبه میکند و گریه کرد، او باور کرد، رفت این خبر رو به دیگر موشها. خطای دیگر موشها همین بود که باور کردند. وقتی که میدانی که گربه دشمنت است، دشمنی همیشگی، مثال اون دیگر شوی ندارد که گربه موش را نخورد. طبیعت گربه همین است و انسان هم باید که همون دشمنش را که میشناسد طبیعت اون دشمن چی است دیگرگون نمیشود. باید همین را به این خطا راه ندهد. اما گربه ها موش ها که باور کردند در همین شکست خوردند، فریب خوردند و هدیه ها بردند به موش، به گربه، موش های بهترین، و گربه آنها را خورد. در اینجا باز خطای دیگر از آنها چی بود؟ وقتی در میدان جنگ، وقتی که جنگ کردند و گربه از بالای اسب به زمین افتاد، یک چیز دیگر از یک شعری که میگویند که تا نریزی زهر از دندان ماری کشته‌ات، هیچگاه شادی مکن بر این ظفر باور مکن. انا خطاشان در همین بود. باید که گربه را در همونجا کارش رو تمام میکردند تا خلاص میشدند از این کار، اما نکردند. خرسندی کردند، دست و پای او را بستند. دشمنی که چند برابر نسبت آنها قدرتمندتر است، باید در همونجا کارش رو تمام میکردند. خطای دیگرشان این بود. برای همین از همان خطا و زودباوری و بفهمی خودشان شکست خوردند و گربه را وقتی که دستایش را بستند پیش شاه در فیل سوار شد، گمان کرد که به همین کار تمام شد. اما ریسمان موش کجا و گربه کجا؟ برای همین این تربیه انسان ها است. همین است، سیاست هم همین است. بین انسان ها، بین دولت ها همین را تربیه کرده است، همین را اشاره کرده فهمانده است عبید زاکانی که اول که به اندازه خودت کار کن، از حد نگذران، مثل همون موشه که مست شد. بعد باور نکن، اما وقتی که دیدی که زورت رسید، کار رو تاخیر به پایان رسان، به بعد نمان اون کار را، چون اون دشمن قدرتمندتر است. تو این را میدانی. در اینجا خرسندی نکن تا زمانی که کارت به پایان نرسانی. و اینها البته پندهای بسیار خوب هستند. در این پندها مثال کلمه های هست که شخصان باری اول اینها را شنوند، کتاب نخوانده باشند، فکر میکنند که برای چی اینها دشنام دادند، سخنی بد گفتند. اما در مثنوی زیاد است این. شیخ سعدی هم چنین چیزها دارد. مثال نامی، اما آلات مردی را میگیرند. همین چیزها در اون کتاب ها هست و نصیب باشد در ویدیوهای آینده، شاید فردا یا پس فردا، یکی از آنها رو انتخاب میکنیم که معنای همه طرفه داشته باشد برای فهمیدن. که مثال وقتی که اینها رو انسان فهمد، در این موضوع ها فکر کند، دیگر سیاست جهانی را فهمیده میتواند. در دنیا چی میگذرد، اونها همین چیزها را مثال میارند. فقط طرزی که مثال اگر شاهنامه را مثال گیریم، در زمان ما چیزی را با نام فانتاستیکا کینا میکنند و مردم هم را تماشا میکنند تا عجایب است. و فردوسی شاهنامه را همین خیل نوشت، همون فانتاستیکا. تاریخ را چنان نوشت که خواننده وقتی آن را میخواند او را جذب میکند. آنقدر زیبا به تصویر کشیدگی است. اما مثال مثنوی مولانا به طرز دیگر است. چیزهای را نوشته است که در نظر آدمی
نادان آنها دشنام هستند، سخنی بد هستند، اما آدم هایی که اون را میفهمند میدانند که اون را مثال آورده است، در خاطر انسان خوب میماند، انسان ها را جذب میکند و معنای دارد که همون چیزی که مثال میارد، همون مثل گویا که دشنام هستند، همونها سبب میشوند که در خاطر انسان میماند. همچون شوخی آنها را مثال میارد، اما آنها سبب میشوند که در یاد انسان میماند. مثال طرزی سخنگویی است، این انتخابی که انسان او را فراموش نمی کند. مثال نه فقط شاعرها و دانشمندان مرد، از زنها هم هست که چنین شعرهای دارن، همچون شوخی، همچون یک طنز، این چیزها هستند و اینها برای مثال انسانها غذای عقل هستند. غذای بدن هست، غذای تن هست که انسان خوراک میخورد و این کتاب ها، این موضوع ها غذای عقل هستند. وقتی که به این چیزها اهمیت دهیم، ما نیاز به کسی که مثال در دنیا چی گپ می شود، در دنیا چی است، سیاست جهانی چی است، اگر از این چیزها سر کنیم و فهمیم، آهسته آهسته میرسیم به همون سیاست رو فهمیدن که در دنیا چی میگذرد. مثال دولت های قدرتمند چی کار میکنند، چی مکر میکنند، همین چیزها رو انسان خودش فهمیده میتواند. و البته که نصیب باشد در روز دیگر یگان موضوع خوب رو باز انتخاب میکنیم و اینجا یک شعر رو من نوشته بودم که سرودش رو اما رو به آهنگ در آوردم و این چی بود؟ یک شعری که برای که در آخر یگان چیزی دیگر هم شنویم. حاضر یک وقت در ادنکلاسنیکی، در همونجا اون سالها تیک تاک و این چیزها نبودن، مردمی همون سابق شوروی در ادنکلاسنیکی زیاد جمع می شدند. من گاه شعر می نویستم و در همونجا شعرها رو می ماندم و شعرها رو یکیش به روسی بود. یک وقت دیدم که در همون یوتیوب یک کس شعری نوشتگی من رو از خودش کرده است، یعنی دزدیده است، با گیتار میخواند و نگفته است که شعر رو از کجا گرفته است. بعد یک وقت دیگر در یک همین حافظ تویگر داریم که مثال یک ربایی، یک دو بیتی که دیگر داشتم از یک کسی دیگر شنیدم. مثال نمیگویند که این آدم محنت میکند، اینها رو مینویسد. و یک شعر دیگر رو که نوشته بودن در همون ادنکلاسنیکی، باز از یک آدمی که رو همه میشناسند شنیدم، اونم از خود کرده بود، از نام خودش، گویا که اون نوشته است. برای همین از همون ادنکلاسنیکی شعرها رو همش رو زدودم، یعنی نیست کردم برای ندزدند. در کامپیوترم هستن، در یک فلشکه. بعضیش گم شدم، مخیر رفت، بعضیش ماند. و اما در همون وقت برایم هر کس از زندگی خودش در همون ادنکلاسنیکی می نویست. زندگی مثال شعرها رو که می خواندن، بعد می نوشتن از زندگی خودشان. برای چند کس شعر نوشته بودم برای زندگی آنها، از زندگی همون مردم گرفته نوشته بودم. و یک روز یک دختری نوشت، اونجا عکس و چیزهایش نبود، نامش هم در یادم نیست، اما گفت که یک زادروزی یک دوگانهش هست و خواهش کرد که برای دوگانهش یک شعر نویسن. برای در زادروزش تبریک کردن و دوگانهش تمنا نام داشته است. نامش رو گفتم نویس، گفت تمنا نام دارد و برایش یک شعر نوشتم، همونجا فرستادم. نام شعر همون خط اولش، از تمناها تو را تنها تمنا میکنم. یعنی تمنای اولش نام دختر، از تمام دخترهای تمنا نام دارند، تو را
آرزو دارم، یعنی تمنا میکنم، آرزو دارم. و همین شعر رو اینجا فقط با آهنگ در آوردم. اینجا خود شعر نیست، اما نصیب باشد روزهای آینده این شعر رو خودش رو هم اما در همچون سرود با آهنگ تیار میکنم و اینجا آهنگش رو با فکرم که روز گذشته مانده بودم، یک بار دیگر میتوانید همون رو شنوید. اینجا من یک چی نوم کرده بودم، سرودهای نو امروز در یوتیوب ماندم، آنها رو هم بعد میتوانید بینید. این همین از تمناهات رو تنها تمنا میکنم. همین آهنگ از همون است و سرودش رو یگان روز به نزدیکی میسازم سرودش رو هم. میکروفون نموندم یک دقیقه. حاضر اولش میکروفون پیوست کرده نبود به کامپیوتر، برایم نرفت. سرودی چرا روزی گذشته مانده بودم، گفتم بابا جان عزیزو کسی اگر داند او زنده نیست، چند سال پیش از دنیا گذشت، خدا رحمتش کند، از کولا بود، مثل ظفر نازی میخواند و آوازش مانندی داشت و سرودهای کم داشت اما سرودهای خوب. یک سرودش من عاشقی رخساری گرمت، من همون رو اینجا از نو ساختم. من عاشقی رخساری گرمت، من بنده این دلی نرمت، من کشته ای چشمای قشنگت، مدی تو آزارم، دلم را دیه که من بی دل نمانم، به مثلی مرغینیم بس میل نمانم، اگر عشقت بود گردابی دریا، مرا هم بر که در ساحل نمانم. من عاشقی رخساری گرمت، من بنده این دلی نرمت، من کشته ای چشمای قشنگت، مدی تو آزارم. سفید استی مپوش خالای سیاه را، به جلوه می کشی ظالم تو ما را، به جلوه می کشی خون داره میشی، جوان استم ببین روی خدا. چشمای قشنگت، مدی تو آزارم. من عاشقی رخساری گرمت،
اگر مثال سرودهایی رو که میخواهید که با آهنگ دراریم، سرودهایی که دوست میدارید، همونها رو در کامنت نویسید. در این ویدیو یا در دیگر ویدیوها میتوانیم آنها رو آهنگ دراریم، با آهنگ های زیبا بسازیم. اینجا برای مادر آهنگ از استاد ظفر ناظم است. باز آمدم به کوی توی قبله امید، ای مادری که ساحت جانم سرای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دل من فدای تو. مادرم جان مادرم، غمخانه است سینه من در فراقی تو. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگت پیام داد که بی مادری بلاست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگت پیام داد که بی مادری بالاست. یکان دو سرود دیگر میشنویم و بعد خداحافظی میکنیم. و اینجا یک سرود است، یک شعر رو نوشته بودم برای کسانی که مثال دوست داشتهش، مثال اگر دختر باشد زن دیگر گرفت یا پسر باشد شوی دیگر کرد، مثال دوست داشته اون پسر، برای همین است، به همین معنی است، برایت هدیه میارم. این رو گوش میکنیم یگان تا دیگر و بعد برای امروز خداحافظی میکنیم. برای روز دیگر یگان موضوع خوب رو البته انتخاب میکنیم روزی دیگر. مادر به خواب کربه من خاک کوی توست، قربان خاک کوی تو منزل مبارکت. این آهنگی برایت هدیه میارم. دختری که دوست داشته زن دیگر میگیرد و این در شب توی برای همان دوست داشتهش گل میبرد هدیه.
برایت هدیه میارم، من برایت هدیه ای گل دسته میارم، گل برایت دست دست بسته میارم، در خماری روی تو، در خماری کوی تو، با بهانه با ترانه با سرودی عاشقانه، من برایت هدیه میارم، من برایت هدیه ای گل دسته میارم. از چی با من عهد بستی، رفتی و پیمان شکستی، با رقیبی من نشستی، من برایت هدیه میارم، من برایت هدیه ای گل دسته میارم. گرچه از من میگریزی، با سخنهایم ستیزی، اشکی چشمی من بریزی، من برایت هدیه میارم، من برایت هدیه ای گل دسته میارم، در شبی تویت بیایم، دیدنی رویت بیایم، من به آرزویت بیایم، من برایت هدیه میارم، من برایت هدیه ای گل دسته میارم. خانه‌ت آباد باشد، هم شب تویت مبارک، هم دلی تو شاد باشد، من برایت هدیه میارم، من برایت هدیه ای گل دسته میارم، گل برایت دست دست بسته میارم. یک سرود دیگر از غریبی میروم فردا، همین را گوش میکنیم. بعد برای امروز خداحافظی میکنیم. اگر شعرهای سرودهایی که یا که آهنگهایی که شنیده اید میخواهید آنها را با آهنگ نو بسازیم، نویسید و برای روز دیگر من یگان موضوع خوب را انتخاب میکنم و بعد اونجا انشاءالله که نصیب باشد با هم صحبت میکنیم. غریبی میروم فردا، غریبی میروم تنها، به یادت مادری جانم، بگیریم تا سحر شبها، جدا از خویش کاشانه، به کشورهای بیگانه، آیا ای مادری زارم، منم چون مرغی بیلانه، ندانم کی برگردم بر به پیش جان من مادر، نمیدانم چه تقدیر است، خدا باشد مرا داور، برای تو دعا گویم، درود
خب برای امروز بس است. من میبینم از مثنوی شاید یگان موضوع رو انتخاب کنم روزی دیگر، یگان موضوع خوب رو. و همچنین بعد در آخری برنامه میتوانیم با سرودها رو بشنویم، سرودهایی که میتوانید شما گوید با آهنگ میذاریم نصیب باشد. و این کسانی که مثال باور ندارید به خدا، باور نداری که یا که میگوی شیطان است، برای خودتان باور نداشته باشید و این را برای دیگرها ننویسید. با احساسات دیگرها شما بازی نکنید. خب دولت بک اینجا سوال داده است. خب حاضر برای من چه گم نکنم، سوال گم نکنیم. سوال در چه عکس گیرم که فراموش نشود و بعد روزی دیگر نصیب باشد جواب شد گپ میزنیم. خب برای امروز خداوند نگهبان باشد همه شما را، همه ما را، و به هیچ کسی دشنام نکنید. و اگر کسی که به دین باور ندارید باور نداشته باشید. مثال مردم دیندار، ما به این کار نداریم که شما باور دارید یا ندارید که خداوند هست نیست، شیطان هست نیست. ما به چیزی فکر دارید کاردار نیستیم. شما هم به همین کاردار نشوید، آرام زندگی کنید. ما به شما کاردار نمیشویم. بگذار که شما باشید اما کافر هستید، کافر باش، اما به ما مسلمان ها کاردار نشوید. ما هم به شما کار نداریم. آرام زندگی کنید، بین مردم تفریقه ناندازید. شیطان همون کسی است که این همین چیزها رو می نویسد و مردم رو بینشان تفریقه می اندازد، یعنی جنگ و جنجال می خیزد. از همین شیطان همون است. برای همین کار شیطان رو نکنید. مسلمان در همین خیلی انسان ها شیطان رو می بیند. شیطانی جینی است و انسی است، یعنی که در صورت آدم. برای همون نقش یا رول شیطان رو بازی نکنید. خب سلامت باشید. خداوند یار و مددگارتان باشد تا روز دیگر.